قربانیان زمین لرزه شب 31 آگوست در افغانستان بیش از 1000 نفر شمارش شده و تعداد زخمیان از 3000 بیشتر. حسابی که نهایی نیست و هنوز جستجوی زیر خرابه ها ادامه دارد. صدها منزل زیست در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان خراب شدند و هزاران نفر شب گذشته را در بیرون روز کردند. او د شپې سخت زلزله وشوله او تقریبا نصف شبی یکشنبه زمین لرزه سخت دهه ما را ویران کرد. ما 200 زخمی را از خرابه ها بیرون کردیم و آنها را با چرخبال به جلال آباد بردند. شاید 300-350 کسی دیگر زیر ویرانه ها باشند. همه خانه ها به خاک یکسان شدند. قدرت این زمین لرزه در مرز با پاکستان 6 درجه جدول ریختر حساب شده است. حکومت طالبان صدها نظامی و ساکنان ملکی را به کمک جلب کرده است. زمین لرزه بیشتر منطقه های را خراب کرده است که در دوردست قرار دارند. مقامات طالبان میگویند برای رسیدن به بعضی منطقه ها لازم شد که تیم نجات دهندگان 6 ساعت پیاده راه روند. از این رو زخمیان را با چرخبال ها به بیمارخانه ها میبرند. وضعیت اوسم اضطراری حالت ده. وضعیت بسیار بد و خطرناک است. هنوز هم زمین کم کم می‌لرزد. خدا نگه دارد، ولی مردم در ترس و هراس هستند. همه شب خود را در بیرون روز کردند. آدمانی هم که خانه هایشان نیمه ویران است می‌ترسند که برگردند. نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که با سبب بارانهای سخت احتمال لغزش زمین و سنگریزی وجود دارد. هزاران جسد حیوانات هلاک شده نیز خطر آلوده شوی سرچشمه‌های آب را زیاد کرده است. از سال 2021 پس از به قدرت رسیدن طالبان این سیومین زمین لرزه خرابی آور در افغانستان است.